ماه رجب نزدیک است و خیلی ماه عجیب و همون ماهی که خب رفقا و دوستان و سلاک امید برای آمدنشو داشتن. آدم میشست مثلا ماها پیش وقتی صحبت میشد ما میگفتیم که 4 ماه دیگه به ماه رجب مونده، بعد گفتیم 3 ماه دیگه مونده، 2 ماه، همینطور این روز شماری میکردیم و ما که چیزی نصیبی نداریم مگر اینکه خب بالاخره به نفس رفقا دوستان اینها تکخور نباید باشن دیگه. وقتی یه چیزی گیر میارن بین همه تقسیم، تکخوری خوب نیست. به قول مرحوم آقا از روش و شیمه درویشی نیست که انسان تکخور باشه و ما چشم امید به اینها داریم و این مطلب رو خب باید در نظر داشته باشیم. همونطوری که بزرگان میفرمودند انسان نباید منتظر بماند که ماه رجب بیاد. الان یه مدتی خب ما تا ماه رجب چیز داریم. مراقبه را از قبل از ماه رجب باید تقویت کنه و بیشتر کنه در سخنانش، در رفتارش، در توجهش. ببینه اون چرا که تا به حال فکر میکرده درست بوده، اون چرا که راجع به دیگران فکر میکرده، اون راهی را که تا به حال میرفته، اگر هم شده 30% تغییر بده، همون 30% رو تغییر بده. اگر شده 20% به نفعشه، 20% خودش را اصلاح کند، 30% خودش را تونه، 100% که خب اون دیگه خیلی نوران الان. اگر 40% و حالت انتظار داشته باشه، یعنی حالت ترقب برای آمدن ماه رجب داشته باشه، این حالت خیلی حالت مهمی است، مهمتر از عمل و مهمتر از ذکر و مهمتر از ورد و مهمتر از اعمال عبادی حالت ترقب است، حالت انتظار است که انسان وقتی میخواد وارد ماه رجب بشه با یک نفسی وارد بشه، با یک روحیه‌ای وارد بشه، با یک حال و هوایی که انگار داره به پذیرایی میره، به پذیرایی خدا داره میره. این مهمتر از اعمال است، این حال، چون اون چه که به انسان میرسد به اون نیت است، اون نیت است که باعث استجلاب انوار و فیوزات الهی میشه. لذا مرحوم آقا همیشه در صحبت‌هایی که در همون زمانها میکردن، جلساتی که در همون زمانها، من یادمه مثلا 1-2-3 جلسه مونده به ماه رجب در همین جمعه ها و اینها به این مسئله تذکر میدادن که رفقا 2 هفته به ماه رجب مونده، 3 هفته مونده، از حالا به فکر باشید، از حالا اون کاسب از الان در رفتار خودش تغییر بدهد، اون شخصی که دیگری هست همینطور، اون شخصی که به دنبال مطالب دیگه هست از الان رفتار خود و صحبت خودش را تغییر بده، از الان نیت خودش را صادق کنه، از الان ببینه که واقعا مرور کنه و به خودش را تنها احساس کنه و بعد بتونه تصمیم صحیح بگیره. انشاءالله امیدواریم که خداوند متعال قسمت کند که در این اشهر مبارکه رجب و شعبان و رمضان، اینها در امسال توفیقات بیشتری نصیب کنه و فهم ما را نسبت به حقایق وجودی خودمون، آینده خودمون، چند روزی که بیشتر باقی نمونده از حیات، که بتوانیم بهتر از گذشته با توفیقات الهی
و عنایت مقام ولایت کبرا بهتر سپری کنیم، خداوند ما را به اون فیوزات و به اون سعادات نائل بگرداند. اللهم صل علی محمد.